سلام، خیلی خوش اومدین به چنل یوتیوب من مهسا هستم و این ویدیو دومین پارت از آموزش گرامر درس دوم کتاب اشتارتد یا سطح آ1 هست. قبل از هر چیزی خیلی ممنون میشم اگه چنل منو سابسکرایب کنید. اگر از ویدیو خوشتون اومد لایکش کنید و اگر سوالی داشتین توی کامنت ها از من بپرسید. ما توی پارت اولمون مقداری از گرامر درس دوم رو یاد گرفتیم و الان میخوایم که مابقی گرامر رو یاد بگیریم. اینجا ما میخوایم پوزسیو آرتیکل ها رو یاد بگیریم. ضمیر مالکیت. ضمیر مالکیت ها چیا هستن؟ مال من، مال تو، مال او. و اینا رو ما میخوایم توی نومیناتیو با هم نگه یاد بگیریم. ببینین این ضمیرهای ملکی نسبت به اسم بعد از خودش صرف میشه. یعنی چی؟ الان بهتون میگم. اول بیایم ببینیم که ضمیرهای مالکیت چیا هستن. ایش، من، میشه ماین، مال من. دو، داین، مال تو. اغ، زاین، مال او اما ماسکولین. اس، زاین، مال او اما نویترال. زی، یا، مال او اما فمینین. ویا، اونزا، مال ما. یا، اویا، مال شما دو نفر. زی، یا، مال شما اما محترمانه. و زی آنها، یا، مال آنها. پس ich, mein, du, dein, sein, es, sein, sie, ihr, wir, unser, ihr, euer, sie, ihr, sie, ihr. خب اول از همه ببینین و اس یه جور هستن. همه زی هامونم یه جور هستن. این یکم کار حفظ کردنش رو راحت تر میکنه. حالا ما این ضمیرها رو نسبت به اسمی که اون نومنی که بعدش میاد صرف میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر نومنمون ماسکولین بود یه جور صرف میشه، اگر که نویترال بود یه جور دیگه و اگر فمینین بود جور دیگه ای صرف میشه. چطور؟ ببینید من اینجا چند تا مثال براتون آوردم. ما گفتیم برای ایش میشه ماین، درسته؟ Das ist mein Freund. Freund ماسکولین هست و توی نومیناتیو آرتیکلش در هست. چون در هست خود ماین میمونه. پس اگر برای در بنویسیم das, die und die پلوغال. برای ماین، برای ماسکولین میشه ماین، برای نویترال میشه ماین، برای فمینین میشه ماینه و برای پلوغال هم میشه ماینه. پس فقط فمینینش و پلوغالش ای آخر میگیره، ماینه. برای دو داریم داین، در، das, die und die پلوغال میشه dein, dein, deine und deine. پس نسبت به اسمی که بعدش قرار میگیره ما صرفش میکنیم. Das ist mein Freund. Freund ماسکولین هست، mein. Das ist meine Freundin. Freundin فمینین هست، پس میگیم meine. Das ist mein Buch. Buch neutral هست، ما میگیم das Buch، پس میشه mein. Das sind meine Freunde. Freunde دوستهای من. اینا اصلا دوستای من پلوغال هست و ماینه میگیره. توی کتاب شما فقط ich, du, ایس رو براتون صرف کرده ضمیرهای مالکیتشو، ولی من تماما براتون صرف کردم. ich, mein. ببینید ماسکولین میشه ماین، نویترال ماین، فمینین ماینه و پلوغال ماینه. دو، داین، dein Vater، نویترال dein Buch، فمینین deine Mutter و پلوغال deine Freunde.
sein Vater. Neutral sein Buch, feminin seine Mutter و پلوغال seine Freunde. Sie, ihr Vater. Neutral ihr Buch, feminin ihre Mutter. وقتی که ما به ایا یه ای اضافه میکنیم میشه ihre Mutter و پلوغال ihre Freunde. Es sein Vater, neutral sein Buch, feminin seine Mutter و پلوغال seine Freunde. Wir, maskulin unser Vater, neutral unser Buch. ما وقتی unser داریم و برای feminin و پلوغال یه ای اضافهش کنیم میشه unsere Mutter. پلوغال unsere Freunde. euer Vater برای ماسکولین، euer Buch برای نویترال و برای feminin و پلوغال میشه eure Mutter, eure Freunde. Sie با اس کوچیک معنی آنها، ihr Vater, ihr Buch, ihre Mutter, ihre Freunde. Sie برای شمای محترمانه، ihr Vater, ihr Buch, ihre Mutter und ihre Freunde. شما میتونید که فقط همون در سطح کتاب که ایش دو زیرو بهتون گفته حفظ کنین، ولی من کامل همش رو آوردم که یک باره همش رو با هم دیگه یاد بگیریم، تیکه تیکه برای درسای بعدی مرور بشن فقط. ولی خب شما نسبت به نیاز خودتون میتونید اینا رو حفظش کنین. بریم این قسمت. ما یه عبون داریم میگه که ergänze mit mein oder meine. با mein و یا meine ما یه عبون داریم ergänze mit mein oder meine. با mein یا meine بیاین تکمیل کنیم. خیلی خوب. Das ist Vater. Vater ماسکولین هست و توی نومیناتیو آرتیکلش در میشه، پس میشه mein Vater. Das ist Mutter. Mutter توی جمله نومیناتیو آرتیکلش دی هست، پس میشه meine. Das ist Handy. Handy das هست، پس میشه mein. Das sind Geschwister. Geschwister پلوغال هست، از این زیند اینجا هم میتونیم بفهمیم که پلوغاله، پس میشه das sind meine Geschwister. Das ist Freund. Freund der هست آرتیکلش و میشه mein Freund. Das ist Tasche. Tasche دی هست، پس میشه meine Tasche. یه عبونگ دیگه آوردم. Übung Nummer 2. Ergänze mit dein oder deine. با dein و deine بیاین تکمیلش کنیم. Ist das Bruder? Bruder میگیم ماسکولین هست. Der Bruder پس میشه dein. Ist das dein Bruder? Wo ist Auto? Auto das هست neutrale. Wo ist dein Auto? Wie heißt Schwester? Schwester die هست خواهر، پس میشه deine. Wie heißt deine Schwester? Eltern. ببینین Eltern به معنی مادر و پدر هست. میگیم که Mutter plus Vater میگیم Eltern, die Eltern. و جمع هست، پلوغاله، همیشه به طور جمع استفادهش میکنیم. اینجا حتی از وونن، از فعلی که براش صرف شده میتونیم اینو بفهمیم، پس میشه deine Eltern wohnen in Berlin. Ist das Hund? Hund به معنی سگ، آرتیکلش der هست، پس میشه dein Hund. Ist das dein Hund? من یه هاوسافگابه براتون آماده کردم. نوشته که schreib Sätze mit possessive artikel mein, dein, sein, ihr und etc. میگه که بیاین با هر کدوم از این کلمه ها نسبت به آرتیکلشون
یک، جمله بنویسید و از ضمیر مالکیت استفاده کنید. میتونید از ماین استفاده کنید، داین استفاده کنید، زاین استفاده کنید. بایشپیل، به طور مثال موتا، موتا دی هست، دی موتا، das ist meine Mutter. و برای بقیه کلمه هم آرتیکلاش رو لطفاً پیدا کنید و جمله باش بسازید. توی کامنت ها میتونید بنویسید و من حتما تصمیم میکنم و حتما جواب میدم. میتونید یه اسکرین شات از این بگیرید و حلش کنید. پارت بعدی گرامرمون دوباره اومده یه سری دیگه از وفقاگه ها رو به ما معرفی کرده. ما توی درس اول با یه تعدادی از وفقاگه ها آشنا شدیم و اینجا اومده چند تا وفقاگه دیگه بهمون، کلمات پرسشی دیگه ای بهمون معرفی کرده. Was ist das؟ واس به معنی چی؟ Was ist das؟ این چیه؟ Was ist das؟ ما گفتیم توی وفقاگه هامون وقتی که سوالی میخوایم مطرحش کنیم و از وفقاگه استفاده کنیم، پوزیسیون 1 مون وفقاگه هست، پوزیسیون 2 مون ورب هست و پوزیسیون 3 مون میتونه زوبیکت باشه. بعدش میتونیم اوبیکت استفاده کنیم، بعدش میتونیم زاید استفاده کنیم، اورت استفاده کنیم، زمان، مکان استفاده کنیم. ولی اینو همیشه داشته باشین که جملات پرسشی وفقاگه پوزیسیون نمره 1 مون جایگاه اولمون خود وفقاگه است و جایگاه دوممون همیشه ورب قرار میگیره. اینجا هم همینجور شده. was ist das؟ پوزیسیون 1 مون واس هست و پوزیسیون 2 مون ورب قرار گرفته. و ist das؟ و یعنی چه کسی؟ و ist das wer پوزیسیون 1 و ist پوزیسیون 2. wie alt bist du؟ شاید یه سوال براتون پیش بیاد بگید خب وی یه وفقاگه است، اول اومده، بعدش آلت اومده، بعدش بیست فعلمون اومده، پس این چین چرا از قانون پیروی نکرده؟ ببینین وی آلت خودش یه وفقاگه است، خودش به عنوان یه وفقاگه استفاده میشه، یعنی که چند سال، تو چند سال داری، چقدر قدیمی هستی. اگر بخوایم فارسی خیلی کلمه به کلمه معنی کنیم میشه چقدر قدیمی هستی. ولی خب وی آلت رو برای سن میپرسیم. وی آلت بیستو، تو چند سالته؟ وی آلت بیستو، پس وی آلتمون پوزیسیون 1، بیستمون پوزیسیون 2. وی آلت زینزی، وی آلتمون پوزیسیون 1 و زیندمون پوزیسیون 2. میایم به این سوالا جواب بدیم. Was ist das؟ جوابش میشه Das ist ein Handy zum Beispiel. Das ist ein Handy. Wer ist das؟ اون چه کسیه؟ Das ist، میایم از پوزیسیون پارتیکل استفاده میکنیم. Meine Mutter. Das ist meine Mutter. اون مامان منه. Wie alt bist du؟ چند سالته؟ Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin 30 Jahre alt. Wie alt sind Sie؟ شما چند سالتونه؟ دوباره میتونیم بگیم که Ich bin 15 Jahre alt. 15 Jahre alt. جوابمون اینجوریه. پس وقتی از اون سوالتون رو پرسیدن باید بگی Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin 25 Jahre alt. پس ich bin رو میگین، بعد سنتون رو میگین، بعدش هم Jahre alt رو میاریم. خب من فکر میکنم که پارت دوم گرامرمونم تا همینجا کافی باشه براتون. خیلی ممنون که تا اینجا رو مشاهده کردین و بازم ازتون ممنونم که چنل منو سابسکرایب میکنید و اگر از ویدیو خوشتون اومد لایکش کنید. تا ویدیوی بعدی، خدایا رو نگهدارتون.